عزیز سلام علیکم. امروز 29 نوامبر سال 2025. خیلی که وعده کردیم ما پیسته بی پیمان رو در داخل توباکو وارد کردیم و اکنون یک تا من خیلی خندق کندد زیر خاک کرده شدیم تا اینکه شما اومده خریداری کنید. ما نمای پیسته هایی بی پیمان میباشد. نرخشان 25 سومونی کدامی که تو 50 دونه گیرد. از 50 دونه زیاد گرفتگیش 20 سومونی. یعنی که نرخ یک لختش 20 سومونی، نرخ چکنه تا 50 25 سومونی. انا حوزی برای چینونت بهتر می شود چون که تا بهار با خیلی ریشه این در زمین شما و زمین شما عادت میکنند. ما اگر بوده هم خیلی خندق شنونده مونید بهار گرفته با میشنونید، اگر شنونید با بهتر این پیسا رو میشنونید و باز پس از 2 سال خدا خواهد پیوند میکنید. تا 2 سال با چشمکش هم بسیار میشود، پیوندکش هم باز مییابیم. پیوندش رو یاد گرفتیم و شما نشون میدیم. خدا خواهد 5 به 3 6 به 2 شنونید بهتر میشود. با آب قطره کلان کنید، تلو تپایتان رو پیستازور کنید، به نهایت درجه عالی می شود. همین نهال هایی که ما فروخته شدیم 25 سوم 20 سوم یک لخت در اینترنت دیدم 40 سوم زیاد میگوید، 30-40 سوم میگوید همین نهال ها رو. من هم دیوران عزیز این خیلش هم هست، ارالش هست و این خیلش هم هست. انا مایده شگیر انا این خیلش هم هست، من این خیلش هم هست و از این مایده ترش هم هست و ان این خیل مایده ترش هم هست، ان این خیلش هم هست. این یک لخت ارالش فروخته می شود، آمیخته فروخته می شود، کلان مایده یک جویا همش نرخ یک. انا هم دیوران عزیز من تلفن 988 3059 99 مراجعت کنید. 988 3059 99. الکی یک 2000 دونش به سعودو رفت. دیر نکنید، حتما خریداری کنید. این پیسته بی پیوند هنگامی که پیوندیش رو میبیاریم ما به شما حتما باز خبر میکنیم. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. هر چی تست از خریداری کرده برای در خانه هایتان شنونید همونقدر برای پیسته خوب می شود که در جای مقیمش جای میگیرد، ریشهش رو کار فرماندنش رو سر میکند. در پناه خدا باشید.